به نام الله بخشاینده و مهربان. درباره عمر فاروق صحبت میکنیم. از سعید ابن مسیب روایت است که گفت عمر نماز را در تاریکی نصف شب بسیار دوست می داشت. همچنین ابن عباس روایت می کند وفات نکرد عمر ابن خطاب مگر این که از سبب بسیار روزداریش رنگش به سیاهی تبدیل یافته بود. حضرت عمر فاروق در نماز بامدادش سوره یوسف را تا آخرش می خواند. وقتی که به این آیت می رسید همانا غم سخت و اندوه سنگین خود را نزد الله بزرگم شکایت می کنم. سوره یوسف آیت 86. بعد خواندن این آیت چنان گریه می کرد که صدای گریهش از صف آخری نماز شنیده می شد. ابن کثیر می گوید وقتی عمر رضی الله عنه سال 23 هجری از سفر حج با همراه مادران مؤمنان زنان پیامبر صلی الله علیه و سلم برگشت در منطقه ابته فرود آمد. حضرت عمر رضی الله عنه در آنجا دستهایش را به سوی آسمان برداشت و گفت پروردگارا عمرم رفت، قوتم ضعیف شد، امارتم بزرگ شد، می ترسم کوتاهی کنم. الله من را به نزدت بگیر و من را در مدینه پیامبرت به شهادت برسان. از کتاب مناقب عمر ابن خطاب صفحه 168 تا 169. بعد این طلب عمر رضی الله عنه الله دعای او را مستجاب کردند. امام بخاری در قصه شهادت عمر رضی الله عنه از عمر روایت کرد که عمر گفت ما در صف در نماز بامداد جمع شده بودیم و بین من و بین عمر عبدالله ابن عباس بود و عمر بین صفها گذشته می گفت، یعنی صفها را راست گیرید، و وقتی دید که صفها راست است پیش می گذشت و الله اکبر گفته به خواندن نماز شروع می کرد و گاه سوره یوسف، نحل یا به مانند اینها سوره های دراز را قرائت می کرد. وقتی که آن روز الله اکبر گفت سکوت کرد، حتی شنیدم که گفت مرا سگ خورد یا به قتل رسانید، مرا سگ خورد یا به قتل رسانید. نماز بامداد در تاریکی بود و در آن زمان چراغ نبود. ابوالعلای مجوسی لعنت الله علیه با یک خنجر، یعنی یک کارد که دو طرفش تیز و مابینش جای دست بود، حضرت عمر را با برابر الله اکبر گفتنش زد و بعد از آن که این مجوسی حضرت عمر را با ضربه هایش از پای افتاند، برگشت و در میان صف نمازخوانان در آمد و هر کسی که از پیشش می آمد او را با کاردش می زد و می گذشت، حتی که 13 نفر را کارد زد. 7 نفر آنها وفات کردند و آنهایی که جراحت دار شدند همه در نماز بودند. یکی از مسلمانان به بالای آن مجوسی جامه خود را پرتافت. مجوسی گمان کرد که او را مسلمانان دستگیر کردند و در حال به خودش کارد زده خودش را هلاک کرد تا اینکه عذاب دنیا را پیش از عذاب آخرت چشد. لعنت الله بر او و دوستدارانش باد. بعد از آن که حضرت عمر رضی الله عنه پیچیده به زمین افتاد، او را در حالت به خانه‌اش می بردند که از جراحت‌هایش خون می ریخت و گاها بیهوش می شد و گاها به هوش می آمد. وقتی که نماز را به یادش می آوردند می گفت بله، کسی که نماز را ترک می کند برای او نصیب در اسلام نیست می گفت و باز بیهوش می شد. از کتاب البدایه و نهایه صفحه 137 تا 138. الله رحمت کند عمر را. چه شخصیتی بود در اسلام؟ وقتی که عمر رضی الله عنه را به خانه‌اش آوردند، فرزندش عبدالله، الله از او راضی باشد، سر او را از زمین برداشته در بغلش گذاشت. حضرت عمر به او گفت سرم را به زمین بگذار. سپس حضرت عمر روی مبارکش را به خاک مالید و گفت
ای وای بر جان عمر، ای وای بر جان عمر، ای وای بر جان عمر اگر الله او را نبخشد. عمر رضی الله عنه در سن 63 سالگی در سن پیامبر و ابوبکر وفات کرد و همراهی آنها به خاک سپاریده شد. وقتی که حضرت عمر الله از او راضی باشد از دنیا گذشت، صحابی جلیل سعید ابن زید گریه کرد. از او پرسیدند برای چی گریه میکنی؟ گفت برای اسلام گریه میکنم که با شهید شدن عمر سوراخ در اسلام پیدا شد که تا روز قیامت جایش پر نمی شود. از کتاب طبقات ابن سعد. الله از عمر راضی باشد. پروردگارا، ما شهادت می دهیم که حضرت عمر را و همچنین همه خلیفه های راشدین و تمام صحابگان را دوست می داریم. یا الله از همه آنها راضی باش. صلوات و درود بر نبی ما و آل و اصحابش.